من به پرزیدنت سه پیام دارم. یکم ریایه بچونچرای قانون‌ها از جانب تامین ریایه بچونچرای قانون‌ها از جانب تمام قشرهای جامعه. دوم برکنار کردن منصبدارانی که دیگر پتانسیل کارکنی ندارند و نمیتونن یک منفعت بیشتری رو برای جامعه و کشور بیارند. و سومین چیزی که میخوام این معین و مشخص کردن مناسبت‌ها با کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و شریک استراتژیک ما روسیه باشد که همیشه امروز مهم است. من از پرزیدنت میخوام که جای کار بسیار شود در شهر تاجیکستان خودمان برادرای ما به طرف روسیه نروند. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین خواهش میکنم که در انتخابات در پیش ایستاده امساله با رقیبان خود یک فضای آزاد رقابت را دهد. بگذار اینها در جامعه تا چه اندازه ارزنده و لایق بودن خود را نشان دهند. Пенсия вот с 58 лет, хотелось бы с 56. Как во время Союза в 56 лет была пенсия, вот так бы. А то вот мне 56, уже что-то сил нет работать, я муалима в кишлаках работаю. می‌خواستم که پرزیدنت کشور ما من بعد نیز با آزادی بیان حالا که توجه دارند من بعد نیز چنین توجه زیاد ظاهر نمایند و ژورنالیستان را همچون آینه زندگی نگاه دارند که این برای روزگار همه مردم ما مفید خواهد بود. مثلا تندرستی چای تندرستی بیند بسیارتر کار کند برای این کار ببینید کسلی‌ها بسیار داروها قیمت. Нет никаких посланий, ничего меня не волнует, все нормально. Аруба хидмат мекашим чикаста кора чики кор мекашим. این همش بخواد. من از پرزیدنت میخواهم که برای ما مکتبچه‌ها نقلیات به پول شود. پرزیدنت پیام آمد که الهیم پرزیدنت با 100 ساله شد. یک روز هست در سری همین تاجیکستان باید پرزیدنت باشد. من همچون دانشجو از نام خودم به جناب عالی خواهش دارم که سپندیه و خوابگاه را تامین کنم. مسئله برای ما که یک شهروندیم مسئله مثل آرامش باشد، کار باشد برای جامعه و مثال برای مردم برای ما کفایت است. اشباری دارم که بسیارتر خوب می شود که وقتی که در ساحه اقتصادی بسیارتر رشد شود و بسیار دیگر دولت‌ها قطعی همکاری کنیم بسیارتر نقص می شود. به پرزیدنت چه گفتنم نمیدونم.